وقتی ره میگردن همین دنبای کون زن هم خیلی میجمه و چی فایده داره و خصوصی. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه زمانی میشود که امتای من میگه لباسی به بر میکنن، میگه که او لباس میگه جواب دهنده سطر نیست. شاید همین زمانی مایا میگفت کرتا دارم انمی پلات یا حوزی موده شدگی همه در حساب کرتا داخل میکنن. من فکر میکنم او کرتا نیست، او لباس نیست. لباسی که زینت میشه، لباسی که عضو بدن زن معلوم میکنه، او لباس نیست. زن لباس میپوشه که کسی بر او پنهان باشه. زن لباس میپوشه که عضو بدن او پنهان باشه. چگونه او لباس بوده؟ سینه او بر علا معلومه، دنبای او بر علا معلومه، اشکم زن که 2 تا 3 تا تولد که سوس میشه میجنبه بر علا معلومه. چی او لباس باشه چی نه. حضرت فاطمه رضی الله عنها در تابستان تا 60 گرادوس عربستان گرم بود. او حضرت بجوز شوهرش و پدرش را کسی دیدگی نبود، اما در همین گرمی ها بجوز چادری پوشیدش کرتای مخملی میپوشید. 60 گرادوس گرمی ده او را کسی نمیدید در درون خانه کرتای بخمل میپوشید. ما یا پپلین تو نکه میکنیم با او را چیکار کردیم؟ پلاتیا کردیم، ای 2 پره دامن چوب کردیم. او چی فایده داره برای زن؟ چی پوشیدن همون لباس باشه یا نه؟ این گونه زنهای من فکر میکنم مسلمان گفتن زبان انسان نمیگرده، اونا تاجیکن. اگر حاج هوایی دروشان گوی که تو مسلمان نیستی باور که میزنه میکشته، نیکی خودش بخبره که ایره شریعت تماما دور شده گه. او سطری که دستش او سطر هرگیز نیسته. سطر برای پوشانیدن زینت گردن تا، برای پوشیدن یعنی فرض‌هایی که الله در قرآنش گفت. او چگونه سطره که تو هم خیلی محکم کردی گرد گردن تاو دادی، گردن باریکت معلومه. یک شرف هم میگیری میپوشانی، شرف همه جا تفته است در گردنات، چگونه گوشتار داری معلومه. و سطره و سطر نیست و تماما در سطر داخل هم نمیشه. میگه که برای بدنی که تو او را سایبان باید کنی، سایبانت حجاب است. این هرگز مال عرب و ایران نیست. خوش به حال عرب و ایران که چندین سالها ادما و شما پیشتر اسلام درد یافتن و پوشاندن زناشون خداشونه. امروز وقتی ما میپوشانیم میگن که مال عرب، این هرگز مال عرب نیست. این پوشانیدن حجاب یعنی سایه بدن زن است تا اینکه لرزش همون دنبش و سینه‌ش و دیگرش مرد نامحرم تماشا نکنه. با حسن خواهرای حجاب میپوشن همچنان تنگه و مانند همون کرته‌های گفتگی. اما خواهرها و مادرها آن چیزی که شنیده هر جایی که میبینه این گونه زنهای قرضه در گردن ما و شما رسانیدن، خواه او خواهر مونه، خواه او فرزند مونه، خواه همسایه، خواه کلینی همسایه، خواه دختری خودمونه، باید که ما رسانیم. میگه بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال در قرآن است یا ایها الذین قوا انفسکم و اهلکم نارا. ای آنانی که میگه ایمان آوردید خود و خانواده‌تان را از آتش جهنم برهانید. رهانیدن آتش جهنم همینه. هر چیزی که ما شنیدیم امروز پوشیدن حجاب و ستر فرضه باید ما به دیگران برسونیم. امروز گفتن حکم شوهر واجب حرمت شوهر امروز باید به دیگران برسونیم. امروز یک مرد ما زن میگیره 10 زن دیگه این زنها وسوسه میکنه. اما حال آنکه الله خود در قرآنش میگه زن بگیره 2 تا 3 تا 4 تا. زمانی میشوه که به سر هر مرد 50 زن وای میشوه تغری میبیاید. در او زمان خدا گوید که ما و شما خداوند در او زمان خلق نکرد، چیکار میکردیم؟ او خوبی و او خوشی که از جانب شوهر به ما میرسه برای که ما تنها میخواهیم هوای ایمو باشه. زنهایی هستن که کلانسال شدن در 40 50 در 30 رفتگیان شوهر ندارن و یا میخواهن همین گونه خوبیای از جانب مردها به اونون رسه و یا میخواهن شوهر داشته باشن و یا میخواهن که مهربانی فهمن چیه. او چیزی که برای خود تنها دوست داشتی او لایق که نمیشه در روز قیامت. وقتی که ما پیرو حبیب الله باشیم، آنی که از پیامبر ما از جانب الله مونده باید ما او را حرمت کنیم و الحمدلله عمل کنیم. با قدر میفهمیدگی هر جایی که کتاب ها برآمده گیره خونه که خداوند خود در قرآن میگه که زن گیره 2 تا 3 تا 4 تا. اما باید همین شوهرایم فهمن که عدل کرده تونن در بین همین 2 زنها.
امروز زنها میگه خدمتساز خورنده پوشانده نمیتونه، چگونه زن گیرد؟ حضرت یعقوب چی داشت؟ زناش فقط لولکاو میخوردن یا کرتای رنگ برنگه میپوشیدن یا خونه‌های کتیج داشتن؟ نه، 4 خانه خاصی بود. الحمدلله در تلویزیون برآوردن تماشا کردیم. خانه‌های زناش دید چگونه بود، اما الحمدلله داشت 4 زن. دیگر امت‌های پیشینه همین گونه همین رفتار داشتن. امروز نفس دنیا ما یک غلبه کرده. کمبغل‌ترین شخص خانه است، در مهمان شد دسترخوانش الحمدلله پر است. این بهترین نعمت خداوند ما را در هم خیلی زمان خلق کرد. همه نعمت برامون ارزانی داد. کجا بود اون معرکه‌های به همه یوشیم؟ وقتی من کودک بودم هم خیلی معرکه‌ها نبود. فقط مشکل کشا بی سه شنبگی میگفتن 2 غزل میخوندن به هوای تمام یا افسانه بابای خورکش تمام. حاجی الحمدلله خوش به حال یاشای حاضره. هر کجا میشنن معرکه امر معروف نهی منکر. در خاندان شیشت دیسک میمانی به حضر گوش کردستی. امروز عالم رئیس جمهور اجازت نمیده در منبر شینه دعوت کنه دیسکاش مرحمت گیر در خانه چین گوش کن. همین قبر اومده چنقی که خواهی الحمدلله هست. در کدام باره میخواهی گیر دیسکمون گوش کن، کدام عالمی میخواهی گیر مرحمت گوش کن. این نعمت بهترینه خواهران. زمانی ما مایده بودیم پدر ما ملا بود، دروازه قلف میکردن و ترابیح میخوندن. چقدر عذابا بود. ما مکتب میرفتیم پیاله ها در دستشون روزای ما میخوندن. من الحمدلله تولدم 71 که به همه عمر یوشیمون من همه روزه دیدگیم. با ما دخترای ملا گفته همه خیلی هر روز باید ما دوسته میبرامدیم جواب میدادیم که این ملا دخترش سخت میقفه چی میگه اوتا؟ میگه الحمدلله خوش به حال یوشای حاضره. الله میگه دوست میدارم بنده توبه کننده آنی که فهمید و توبه کرد من انشاءالله بخشنده و مهربانم. اما وای بر حال انسانی که فهمید و عمل نکرد باز هم دوام داد. میگه در روز قیامت در یک کتاب خونده وقتی که یک زن و یک شوهر دنیا میگذرن، زن در دنیا همچنان مهربان بود، همیشه حرمت و عزت شوهر میدونست میداشت. میگه هرگز میگه به سیاهی چشم و قاشش سیاهی نمیدوان، هرگز به سفیدی روش میگه سفیدی نمیدوان. یعنی که زینت در دنیا زیاد نمیکرد و مانند زنای امروزه قاشچینی و سرخلوی و اینا نمیکرد. میگه به خاطر روزی آخرتش که با همه شوهرش یک جا باشه. و میگه وقتی از دنیا گذشت خبر به گوشش رسید که شوهر در جنت الفردوس، اما تو میگه در جنت پایانترش. بعدن میگه نزد الله عرض کرد، فرشتگان گفت بیروی به پروردگار گوه که من همون فلان زنی هستم که در دنیا حرمت شوهر واجب میدونستم. چگونه که الله فرمان داد؟ برای چی وعده الله بود که هر کسی که شوهر خود حرمت میکنه انشالله در آخرت به خاطر او حرمتش و به خاطر آنه که توی تماشاهای اینمی حافظی و یا میگه چمن کرد با شوهرش در روز قیامت میمونه انشالله. برای چی امروز من تنهایم شوهرم در دیگر جا؟ و میگه وقتی این خبر به نزد الله میره، الله میگه درست میگه بنده من در حوض کوثر میگه شستشویش کنه نزد شوهرش بره. وقتی زن میگه شستشو میکنن میگه به مانند ماه شب 14 میگه همچنان زیبا میشه، همچنان روی اون نور پیدا میکنه. هرگاه میگه چرخ میزنه از نوری روی اون میگه جنت روشن میشه. و میگه وقتی که میگیرن میگه فرشته ها میگن خورهای و غلمان ها میگه به سوی شوهرش میبرن. وقتی که میگه میبینه شوهرش در یک قصر میگه همچنان او قصر زیبایی 70 دروازه داره، 70 منبر داره، میگه همچنان زیبایی که در او قصر میگه زن میگه حیران میشه. وقتی میدره میبینه که شوهرش شیشته گیردش بسیاری میگه همون و یا چیزای جنتی خورهای جنتی میگه در اطرافشان همچنان زیبایی میگه زن حیران میشه و خود به خبر که زینتی که الله به او داده خورهای جنتی در پیش او هیچ بده، همچنان زیبایی داده بود الله. و شوهر میگه اندرمان هوایا بود، بنا خواست میگه یکی چشمش افتید به این زن دنیا، میگه از جای برخست از منبر، میگه نگاه کرد، میگه حیران شد، گفت خداوندا این ماهپری میگه این کی باشه، این دریجه چی کار میکرده باشه، اینم حور باشه. الله میگه نه، این زن دنیایی تیه. میگه پروردگارا زن من قدر زیبا نبود، یک زن بود که
سینه هاش آویزان شده بود، لبهاش سفید شده بود، قامتش میگه خم شده بود. میگه به خاطر تو، میگه به خاطر روز قیامت از ترس من، میگه او زینت زیاد نمیکرد. بالای لباسش چادر داشت. میبینین در هر معرکه که حافظی و هر چیزی که شیطانی بود، عمل شیطانی، از اونجا خودش دور میکرد. همیشه در پای خداوند بود، در پای تلاوت قرآن بود، همیشه در خیر و سخاوت و هر کاری که به سوی جنت همیشه کننده همین کارها بود. به همین خاطر من روز شما را با یکجا کردم. وقتی که زن نزدیکی شوهر میبیایه، خور میگه از یک طرف، زن دنیا از یک طرف میگه. شوهر نگاه میکرد، به دل میخواست که کاش همراه با زن دنیاییش باشه. و میگه در این حالت میگه خور میگه گفت ای زن دنیا، از خدا شرم نمیکنی؟ در دنیا 70-60 سالی که خداوند به شما عمر داد، با هم بوده، یک جایه بوده، خوبی و هر چیزی که الله داد دیده، با هم دیگر نعمتهای الله. من طول اون سالهایی که شما زندگی میکرده، من منتظر شوهر تو بودم. امروز که نصیب من شد، من خواستگاری کردم و شوهر تو ایمن شد. با میگه تو این ایمن میگیری؟ من سالهای طولانی منتظر این مرد بودم. میگه و زن میگه که آخه میگه در دنیا میگه ما را خداوند با هم آورده بود، من به خاطر این شوهر همه عملهایی که در دنیا میگه از خرسندی و از دیگر بود دست کشیدم به خاطر روزی آخرت. صبر میکردم در هر حالتی که برای در دنیا میگه وایش زیاد بود، میگه خرسندی و وایش، میگه صبر میکردم که تا در آخرت با این شوهر باشم. امروز میگه در این سالهای طولانی که من منتظر بودم، با این میگه تو میگیری، در حالت امر معروف نخیزه، اجازت نیست. بعدا میگه از جانب الله میگه فرمان میشه، بادی میفرسته و از بین این دو زن میگه باد دلهای این زنهای از میگه کینه و میگه از رشک پاک میکنه. الحمدلله در این حالت میگه هوری دنیایی میگه که ای زن دنیایی بگیر، میگه این مرد میگه نصیب خودت باشه. میگه من یک حزل کردم و این زن میگه با همدیگر اتفاق میشون. الحمدلله از جانب الله به سوی مرد سوال میشه آیا تو حور میخواهی یا زن دنیایی؟ تا میگه باشه که زن دنیایی. الحمدلله امروز که هممون زن هستیم، شوهرها حکمش واجبه. جای دیگر میگه اگر شوهر سر تا پا در یره گرفتار باشه که خون و ریم و زردال از بدن او چکه، اگر زن با زبانش این خون و ریم میگه تازه کنه، هنوز هم حقوق زنیش به جا نآورده. امروز ما زنی میگیم اگر شوهر یک گپ گفت ما 10 گپ نوزن بلو میگیم. امروز ما زنیم توی میریم معرکه میریم، حتما نزد آینه میریم، خودمون فسان میکنیم، غسل میکنیم، با دوخیا و با دیگر. بسیار خواهرها میبینی سطر دارن هم خیلی کرسکه کدگیان، زینت میکنن، خوشروگی میکنن، میروان توی و دیگر. چون خانه میبین حتما باید ولی لباسای علیش کنن، پیش گاو میرن، چیکار میکنن، عرق میکنن، فرق نداره. شب نزد همون حلالی که الله به اون نصیب دیده، وقتی که نزد او میبین برای او هر خیل میشود. به همین خاطر میگن که مردهای ما بدبختند، در همین زمان ما زندگی میکنیم. زینت او خوشبویی های میکنه نزد مردای نامحرم ده. اگر او خیرویم عیبه، اگر حاضی گوان فلان جا ته به همون لباس خانه هرگیز نمیروم، میگه عیبه چه خیروم. نزد شوهر خود که الحمدلله حق و حلال خود مونه، برای او بیچاره هر خیل میشود. وقتی اگر با او زن گیره، با مقطعی او چقدر مقابل نشان میتیم که من چیکار کردم تو زن میگیری. خوشروگی زن در صورت زن نیست، خوشروگی زن در سیرت زن است. خوشروگی زن علم زن است، خوشروگی زن رفتار زن است. وقتی زن رفتار خوب کرد، او بی‌زبی او را همون رفتار خوبش پنهان میکنه. وقتی زن رفتاری بد کرد، اگر او ماه برینم خوشرو باشه، او خوشروگیش رفتاری بدش پنهان میکنه. پس امروز وقتی شوهرای ما ایدر میدرن، باید ما چهره کشاده داشته باشیم، باید ما تازه باشیم، باید ما خوشبویی داشته باشیم که وقتی شوهرای ما امروزها در همه کوچه های ما چرخ میزنن، خصوصا در مرشدگاه میشنن، تمام نمودی همین سینه های زنها تماشا میکنن، تمام نمود شد. هم مرشدگاه یک بار ای سنشین تا او سنش رو هم خزنی میدروید، دخترای و زنکای و چی خیلی باشه به حضر تماشا میکنی، خم نشیدن. اگر خم شید تا نافاش میبینی.
پس اگر زن که زینت داشته باشه، زیبایی داشته باشه، خوشبویی داشته باشه، همون مرد همون زنا دید چشمش میکنه میگه این زیباتر در خانه دارم. وقتی که شوهرایی که زن میگیرن مقابل نشان میکنن با زنای خود، من فکر میکنم اول گناهگار ما زنها خودمون هستیم. اگر ما نسبت به شوهر مهربان باشیم، اگر ما نسبت به شوهر پاکیزه باشیم، خودمون احتیاط کنیم از تمام مثال دیگر و دیگر کارها، الحمدلله شوهر ما را انشاءالله که حرمت میکنه. وقتی که بیچاره شوهر در جگه یک بار دست دراز میکنه، به همو بوی عرق و به همو بوی گاو و مال و دیگر با بیچاره چند بار اوس خورا خودم بفراییم. دیگه چقدر ما زنها مقابل میشون میکنیم که میگه پروردگار که اگر زنی که شوهر خود با رفتار خوب، با بازی های عاشقانه میگه، شب میگه او دعوت او را میگه قبول کنه، او را رضا کنه، میگه تمام پرنده ها در آسمان، تمام ماهی ها در دریا، تمام مخلوقات روی زمین میگه رحمت میفرستن بر همین زن تا صبح. اگر مبادا میگه در همین شب همین زن عمرش باقی نباشه و از دنیا گذره، الله او را جنتی میکنه. وای بر حال زنی که همون شب دعوت شوهرش رد کرد و تا صبح او شوهر خودش میدونه چگونه خواب میشود و تمام همین ماهی ها و پرنده ها و مخلوقات روی زمین و هم آسمان میگه برای همین زن لعنت میفرستن. نعوذ بالله. اگر مبادا همون زن همون شب دنیا گذاره، نعوذ بالله او دوزخ میشه. پس خواهران مادران، دقیقه کار این یگان میگه که در حقیقت کردن حال از خدا شرم دار، شرم دار. چیزی که الحمدلله از شریعت به ما و شما آمده رسید ایجای شرم داشتن نیست. آنه که میگه وقتی که حضرت رابیه میگه سوال کردن که برای چی شوهر نمیکنی و توی قدر یک زنی با تقوا هستی و سه عالمی که میگه نزد شما گفتن که بیا که شوهر ده برو، تو خود میدانی که الله میگه بهترین زن همون زنی هست شوهر داره، بهترین مرد همون مرد هست زن داره، پس بیا که به شوهر برو. میگه سه سوال میکنیم، اگر در سوالام جواب که یکی از شما انتخاب میکنیم. و میگه عالما که قدر عالمی همون زمانه بودن فکر کردن که در سوالای حضرت رابیه پاسخ گفته میتونن و گفتن که بگذار. و میگه گفت سوال اول من همینه که شما خود میدونه که حضرت آدم علیه السلام میگه پروردگار خلق کرد و میگه در حالتی که میگه با او را خلق کرد، میگه روح‌های نزد او میگه دعوت کرد و گفت که روح‌ها بر حضرت آدم سجده کنه و در این حالت میگه روح‌ها دو قسم شدن، قسمی از جانب دست راست و قسمی از جانب دست چپ و قسمی از جانب دست راست بوده میگه سجده کردن و قسمی از جانب دست چپ بوده میگه سجده نکردن. شما خود میدونه که آنانی که سجده کردن جنتیان، آنانی که سجده نکردن دوزخیان. پس گفت شما بگویید که آیا در اون حالت روح من و شما از جانب دست راست بود یا از جانب دست چپ؟ و عالما میگه عاجز ماندن و گفتن که یا ربیه این علم غیبه، اینا به جز الله کسی نمیدونه. پس گفت سوال دیگه منو گوش کنه. گفت وقتی که همه ما و شما را در حالتی که ملک الموت به سوی قبض جان ما و شما میبیا، در همین حالت گفت شیطان عزازیل گفتن به سوی قبض ایمان ما و شما میبیاید. در این حالت شما بگوید که ایمان من و شما در همین حالت از چنگال شیطان لعین گفت نگهبان میشه یا نه؟ اولی ما گفتن باز هم عاجز، باز هم گفتن که ما نمیدونیم. این سوالی تو را به جز الله گفت کسی نمیدونه. گفت که نباشم سوال سومی من گوش کنه. گفت که وقتی که من و شما یا جان من خداوند قبض میکنه میگیره به واسطه ملک الموت، گفت وقتی که ما را در قبر میمونن دستوی گفتن ما دو ملائکه میبیا برای سوال و جواب میگه، در این حالت میگم نامه اعمال ما و شما آیا با دست راست داده میشه یا با دست چپ؟ عالما گفتن که اینم این غیبه و جز الله ایرا کسی نمیدونه. گفت نباشم گفت در روز قیامت وقتی که گفت همه دنیا به آخر میرسه و دو گروه تشکیل میشه، گروه از جنتی ها و گروه از دوزخی ها، شما گوید که من و شما در گروه جنتی ها یا در گروه دوزخی ها؟ و عالما گفتن یا ربیه سوال های تا همه علم غیبه، این را گفت بجز الله ما کسی نمیدونه. ربیه گفت پس بگوید گفت عقل چند نوع است؟
گفتن 10 نوع. چند نوع ایوان گفتن در زن چند عقل. گفت چند جزء داره؟ گفت 10 جزء. گفت چند جزء عقل در زن چند جزء آن در مرد؟ عالما گفتن 9 جزء عقل در مرد 1 جزء آن در زن. گفت آره. پس گفت بگویه که نفس شهوت چند جزء داره؟ گفتن 10 جزء. رابعه گفت چند جزء شهوت در زن است و چند جزء شهوت در مرد؟ عالما گفتن 9 جزء شهوت در زن است 1 جزء آن در مرد. پس گفت من با همین 1 جزء عقل 9 جزء شهوت به همین سوالهایی که به شما دادم قدر معینه من عقل من عذاب میکنه، چگونه من فکر دنیا و فکر شوهر کردن کنم؟ عالما همچنان از خود شرم کردن و از نزد خانه رابعه رفتن. پس خواهران ما که زن هستیم هرگز ما باید خودمون پس حساب نکنیم. زن و مرد الحمدلله هر دو بنده اللهن. زن به مرد نمیتونه، مرد به زن نمیتونه، زیرا که خالق ما و شما الله یگانه است. اگر او خالق که در بین صفاتاش عالم الحمدلله با علم خیش بنده خلق کرد، اگر میدانست که زن به مرد میتونه، مرد به زن یک مخلوق خلق میکرد، فقط مرد یا زن خلق میکرد. اما که این دو مثال مخلوق خلق کرد، اینش به اینش نمیتونه، اینش به اینش. بسیاری مردها میگن زن عقل کوتاه داره و موی دراز. ما باید هرگز به این سرخم نباشیم، زیرا که الحمدلله یک عقلی هم باشه، اگر ما همین یک عقل ما کار فرمانیم، الحمدلله ما عذاب تیم او را در گردش دراریم، انشالله همچنان عقلی پررایه. میبینیم که اولین مخلوق، اولین امتی که به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آورد این زن بود، حضرت خدیجه. اولین شخصی که در راه اسلام جان خود قربان کرد اینم زن بود، حضرت آسیه. پس ما از زنها کمی نداریم، ما هم الحمدلله همون عضو بدنیم که الله باید داد ما دم داد، اما عقلی اونا پره بود. اونا همچنان انتیامایی که خداوند به سر اونا آورد، ما دعا کنیم که به سر ما و شما نبیاره. ما قدر ایمان مستحکم نداریم، صبر او انتیام ما نداریم. اما که ما باید نگه علم از که از گهواره تا بگو. پروردگار رب العزت میگه بنده های هستن که پس از مرگشون میگه اونا را نگاه میکنی در سرشون همه قدر حجیره های داده بودن، یعنی عقلی که داده بودن در طول 70-80 سالی که زندگی کردن در زمین، وقتی از دنیا گذشتن همون حجیره ها خامن میگفت، کار فرماردگی نیستن. امروز ما میگیم که ما ذهن ممکن و دیگر ما کوشش کنیم ذکر زیاد کنیم، این عقل بیدار میشه. ما اگر او را در کار دراریم الحمدلله. یعنی جسد انسان باور کنه یک زواد بزرگی که کار میکنه، بزرگی یک جسد از او زواد زیاد است. یعنی یک جسد یک انسانی که الله او را خلق کرد، یک زواد بزرگی همین انسان از همون زواد زیاد است. وقتی زواد در کار میدروه، انسان او را در کار میدروه، بالای هر یک سرناکش انسان است. اما این جسدی که الحمدلله الله خلقش کرده، ما را همه خیلی تماشا میکنیم. یک بار کتاب آدم داخل جسد نگاه کنی، هر یک رکچه هایی داره که او را الله خودش میتونه در کار درآورده. میلیارد بار تا وقتی مرد این انگشتا کار میکنه، یگان بار اهمیت نمیتیم. اگر یک بار یک تشریح کنه دیگه خم نشه، بعد به قدری میرسیم. این دهانی ما در لقمچه آبی که قدر این زبان در گردش میدره، ما او را اهمیت نمیتیم. اما اگر دقیقه این آب دهان ما خشک شود، انسان سخن گفتن نمیتونه. الحمدلله این چشمایی که میبینیم بینایی، میبینیم یک زنی که یک مردی که چشماش نابینای، همونجا در باید شکرانه کنیم، الله شکر میکنیم بر بینایی. این نفسی که داخل ما و شما میره با یک نفسی که داخل ما و شما میدروه و بیرون میشه، دو ملائک در خدمت است و دوبار انسان به هر نفس باید شکرانه کنه. یک ملائک نفسی ما را داخل داره، ملائک دیگر به اجازت بیرون برآمدن نیست. این نعمت های الله به شما را باور کنه خواهر و مادر. جسد انسانی باور کنه همچنانه که گفتم که این چشم بینایی داره، این گوش شنوایی داره. هستن انسانایی که شنوایی ندارن، انسانایی هستن گویایی ندارن، بینایی ندارن، پا دارن روایی ندارن، دست دارن گیرایی ندارن. اما باور کنه در روز قیامت از این جسد پرسان میشن، بجز این زبان لال میشه، زبان خاموش میشه، از کل عضو بدن پرسان میشن. همه این عضو بدن در زبان میبین، سخن میکنن. ای چشم،
بینایی دادم. آیا بر این بینایی من یک بار اقلا حرفی مرا دیده بودی؟ قرآن من گرفته بودی به دستت؟ خوش شده بودی در قرآن چی بود؟ به عقل من داده در قرآن کار کردی؟ به این زبانی که ورق سخن میکردی آیا تلاوت قرآن کردی؟ به این شنوایی یگان بار امر معروف و نهی منکر و تلاوت قرآن شنیدی؟ به این پاها در راه شریعت رفتی؟ به دستات یگان خیر کردی؟ همه این از این جسد پرسان میشه. این جسد صاحب داره. امروز پاهمون در میکنه نوزنبیلا، چی میگن؟ نوشیرگیشان پاهم در میکنه نوزنبیلا. آی پاه دست کی داده؟ صاحب این پاها کیه؟ وقتی لعنت میکنه که لعنت تماما اجازت نیست بر بنده. لعنت فقط از جانب الله باید باشه. برای به همین خاطر زنها زیادش سوزنده آتش جهنم هستند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از شب معراج بازگشت، کل زنها گفت که ای گروه زنها شما زیاد خیر کنید، زیرا که زبان لعنت کننده داره. لعنت فقط از جانب الله باید باشه. شیطان عزازیل لعنت کرد، او روی جنت نمیبینه. و سه گروه زنهای هم لعنت میکنه خداوند: زنی وسوسه کننده، زنی قاشچین، زنی که کاتب قاشچینه، زنی که بر موی خود موی اضافه میکنه، زنی که بر روی خود خال میکوبه. این گونه زنها الله لعنت میکنه. چه گناهی که شیطان لعنت کرد؟ وای بر حال زنی که قاش چینده داره، وای بر حال زنی که به موی خود موی اضافه میکنه، موی خود از زینت میکنه، به رومال میبروه در مردای نامحرم نشان میده. وای بر حالش. خوش به حال زنی که همین دقیقه شنیدن قاش چیندن چقدر گناه. انشاءالله بعد از نماز پیشین یه دوام میتیم. بسیار یک موضوع وسیع. میگه وای خوش به حال زنی که فهمید و از همین دقیقه بس کرد، او قاشچینی دوام نداد. الله رحمان و رحیمه، او را میبخشه. وای بر حال انسانی که شنید و گفت که حالی با بس میکنم، مبادا چین دیو گفت که حالی بس میکنم، حالی نبرو ماده خداوند جان تگیری. در یک زمانی هستیم که هر لحظه هر قدم امتحان برای ما و شما. دخترکای شوهر نکده مرده سیان، طفلکای این قهق مرده سیان. نمیگه ای روز ایده، نمیگه ای روز چند شنبه، نمیگه تو چند ساله، نمیگه تو حالی سینه مادر مکیدستی، نمیگه که تو حالی امروز شب عروسی تا شهد پیش عروس میدرارن، حالی عروس نرسیده عروس دردی میگیره که همو خیلی برن به همو درد میمره. چیزی که نصیب بوده هوای میبینی، افسانه نیست از زندگی ما و شمایه. چیزی که نصیب بوده هست هوا میبینی. وای بر حال این زبانی که میگه حالی با پیر شوم میکنم، این سخن اون نیست، این سخن شیطان است. شیطان هر قدم هر زمان هر لحظه بنده وسوسه میکنه. ای بنده با میکنی حالی وقت داری، حال آن که بنده وقت نداره. بنده دقیقه عمرش باید به شمار باشه. دقیقه عمر رفت، گوی الله در این دقیقه عمرم 10 دقیقه عمرم رفت. ساعت چند شد؟ میگن ساعت 1. نماز پیشین شد. تا ساعت 1 چی ذکر کردی؟ یگان بار خداوند یاد کردی؟ مرگ یاد کردی؟ چی کار کردی در دنیا؟ برات یگان توشه تیار کرده استی؟ نه وقت رفته ساعت 1 شد فلان جا دیر موندم. این نفس دنیاست. نفس دنیا هر لحظه ما به سوی خودش میکشه. هر دقیقه میخواه که ما عیوب باشیم، در قیامت در گروه دوزخیا باشیم نعوذ. اما خوش به حال این زبان که استغفرالله گو باشد. خوش به حال این جسد که خودش در گروه نجات یافتگان پرتاید. امروز هر عملی که الحمدلله به سوی جنت شد، تو همه عملا کردن گیر، ذکر تا زیاد کردن گیر، زنگ دلی تو پاک میشوه. میگه این جسدی که ذره گناه کنه، ذره میگه گناه کنه، مثال یک مرد نامحرم یک بار نگاه کرد، مبادا چشمش رسید چشم دریای پیش نگاه کرده، گفت که یک بار ببینیم قمرد خشرو بوده، نعوذ بالله زنا شد. در دل تو ذره نقطه سیاه پیدا شد و هر لحظه که تو ذره میگه گناه میکنی، این نقطه سیاه کلان شدن میگیره، جسد تیه میگه همه خیلی احاطه میکنه. وقتی جسد احاطه سیاه شد، تو ای که جا عمل میگه جنتیه کرده میتونه. و هر لحظه الحمدلله وقتی که بالای جای نماز میبیاییم، سخن با الله خود میکنیم، انشاءالله میگه گناه های انسانی ریخته میشه. میگه در حدیث خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک وقتا فصل میگه تیر ماه بود، میگه ابوذر غفاری میگه با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیرون برآمدن و میگه برگای درخت میگه در اون زمان زرد شده بود و حبیب الله صلی الله علیه و سلم درخت گرفت شاخه یا میگه تکن و در این حالت گفت چرا سوال نمیکنی ای ابوذر؟ وقتی که میگه در پاسخ در جواب گفت که چگونه که این برگ های تکان دادم درخت از شاخه برگ ها ریختن،
همین است مثال نماز پنجگانه. هر بنده که 5 وقت نماز وقت ساعت خودش خواند، چگونه که این برگ‌ها از شاخش ریختن از بدن بنده میگه گناه همه خیلی میریزه. سبحان الله. این نماز بسیار یک نعمت بزرگ است. بهترین نعمتی که الله به ما و شما داد. الله میدانست که شیطان وسوسه اجازه داد، این بنده در وسوسه شیطان داده شده میشه، به خاطر این باز نماز داد که انسان به خواندن نماز انشاءالله که گناهاش میریزه. الله مهربانه. الحمدلله. این نمازهایی که میگه هی خمسون و هی خمسون، این نمازهایی که میگه شما میخونه به اعتبار خواندن 5 وقت میگه، به اعتبار پاداش الله میگه در پاداش شما در 50 وقت نماز مینویسه. اگر نمازی که با خشوع و با خضوع باشه، سر به سجده روی و سبحان ربی الاعلی یکش در ره باشه، دیرمش در زمین، سیمش با در برداشتن سر، این گونه نماز نزد الله قدر قیمت نداره. نمازی که در رکوع میره ای رکوع بالا نشیده در سجده میره، این نمازها خشوع و خضوع نداره. نمازی که بالای جای نمازی و فکر در دیگر جای، کسی میبیا به اشارت او را بیا میگی، کسی به اشارت بشین میگی، چیزی که در فکری تو کم چه، اون نماز نزد الله یگان قدر قیمت نداره. الله منتظری محتاج نماز ما و شما نیست. ما این نماز از ترس دوزخ میخونیم که الله ما را نگهبان شد و الحمدلله الله به این نماز ما را داخل بهشت نمیکنه. الله نظر به رفتار ما نمیکنه، نظر به پاکی ما میکنه. الحمدلله. انشاءالله که نماز خشوع و خضوع داشته باشه، الله مهربانه. انشاءالله وقتی که خشوع و خضوع قطعی خواندیم، این نماز برهان میشه، نور میشه، در روز قیامت دستگیری ما و شما میشه. وقتی نمازی که خشوع و خضوع نداره، یعنی که خشوع و خضوع آرامانه نباشه، به آرامیش دل نباشه، در سجده و در رکوع ما آرام نباشیم، در حالت خواندن سوره و درستی تلاوت نکنیم، به آرامی تلاوت نکنیم، این نمازها خشوع و خضوع نداشته باشه، میگه این نمازها به مانند لطفاره میشه، جیدن و میگه کله پیچ کرده بر روی انسانی زده میشه. نعوذ بالله. یا اینکه جایی ده میشینیم یا اینکه جایی ده میشینیم به وضو ها، یا که جای می رویم، انسان مسلمان باید همیشه پای به طهارت باشه. او باید لباس بینماز نداشته باشه. و همیشه خیلی مادرای ما که پیرن و یا در اجازت که میشه که اجارهشون بینماز میشه یا جای دیگرشون، اونا خیلی با لباس نمازی میپوشن، نمازشون میخونن. اما ما یوشیم مولی، ما برای چی لباس بینماز داریم؟ خواه در خونه باشه، خواه در دیگر جا. بسیار معرکه در میشنیم، خیلی خواهران نمازتون خونه فسانن، بهترین متریال در تنشونه، میگه بینمازه. شرم داره زن مسلمان، پاکی از اسلامه. چگونه او پاک لباس فسانیش پوشیده میتونه، او را پاک کرده نمیتونه؟ چگونه او لباس زیباترین در بدن میپوشه، او پاک نیست، نماز نمیخونه؟ یه بار انسان خودش فکر کنه، بهترین نعمت خواندن نمازه. شخصی که نماز نمیخونه او با نجاست برابر ده. این گپ ما نیست. یه بار خودتان فکر کنه، ایزار در پیشاو درسید، نجاست درسید، یا طفل در همونجا پیشاو کرد درسید، میگه که چی شد؟ به نماز شد. همین گپی خودی بنده میگه به نماز شد. انا تو فکر کنه همون به نماز برابر ده هم پیشاو است. انسانی نماز نمیخونه و برابر با نجاست است. در دنیا بدبختترین انسان به نماز است. فرق در میان، در حدیث میگه فرق در میان، مفهوم حدیث، در میان مرد مؤمن و کافر و مشرک چیست؟ میگه به حبیب الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در پاسخ نمیگه که عرب و تاجیک و روس و امریکانس، نمیگه، میگه خواندن نماز در وقتش. هر شخص، هر بنده که 5 وقت نماز وقت و ساعتی او میخونه، اگر او روس هم باشه، الحمدلله او مسلمان است. فرق در زبان نیست. این زبان هر ملت سخن میکنه، اما هر بنده که ایمان داره، خدا به یگانگی میشناسه، حبیب الله به رسول خدا میشناسه، الحمدلله 5 وقت نماز وقت و ساعت خود میخونه، او مسلمان است. اما وای بر حال انسانی که خود مسلمان هم میگه اما نماز نمیخونه، بین امروز میبیا این معرکه ده میخزه دیگرها قد نماز میخونه، خونت میره با نماز قضایی. این گونه انسان مشرک است. میگه گناهی مشرک ای کافر زیاد است. کافر با کافر بودن خودش تصدیق میکنه در روز قیامت. وای بر حال مشرکی میگه بین مسلمانا ده من مسلمانم، بین بینمازا میرم میشینه، میگه با میرم خونه ده میخونم. میگه هر بنده که یک نماز بدون عذر نداره، 6 میگه لباس بینماز، او عذر نمیشه. در زن عذر در 3 وقت میشه.
یکی در حالت اپیرات شده تگ نرکوز خواه، دیگر در حالت مدهوشی دیونه، سومین در حالت عذر حیض است. سه حالت عذر میشه زنده تموم. تولد حالتی که فرزند اومدن است. اگر حالتی که تولد کردستی وقتی نماز بامداد حالی کودک 10 دقیقه بعد حالی وای میشه تولد میشه، همون نماز بامداد ایت قضا میشه. هوا در روز قیامت پرسان میشن. حالتی که سر طفل میتوه انا همون حالت عذر میشه برای زن تموم. حالی که طفل دورتر میشه و که همون نماز خوانی و بعد طفل تولد میشه، همون نماز پرسان میشن در روز قیامت. انا بجز همین 3-4 عمل دیگر حالت هایی که میگی من بیمارم و میگه که نماز در حضر، در خضر، در بیماری، در جوانی، در پیری یگان چیزا معوف نمیشه. یگان حالت بهانه نمیشه که من عذر دارم. که امروز پاچه در میکنه شیشته خون، حال آنکه خوندن نماز راستا فرض است. پاچه در میکنه شیشته خون، بیماری خسته نمیتونی خیلیده خون. وقتی که تماما در بستری به اشاره خون. در سفری با خداوند قصر نماز گفته ایتا قصر وایکن کوتاه کرده خونشه، اما ای نماز دور نشد. با اللهی که به تو دنیای آرام داد، اللهی که به تو نفسی به پول داد، هر دقیقه میلیاردها بار نفس میکشی، ایتا کسی سوم نمیگیره. این روز بیمار میشی 10 دقیقه نیم ساعت پیرات ساعت میگذره $1 میگیرن بعد تو مرکز میتیم نفسی سنئی میتیم $1 قطعی. الله قدر مهربانه، این قدر نفس ها میکشیم هیچ کی ما پول نمیگه. وقت ساعت خود افتا میبره به ما فایده میاره، مختاو میاره میبیاره فایده میبیاره، شمال فایده خودش داره، برف فایده خودش داره، باران فایده خودش داره، همه نعمتاش برای ما ارزانی به پول داده. خود یه الله بزرگ خدمتگار ما و شما شده. با همین گونه یک الله مهربانه میگه ای بنده امروز 5 بار با من صحبت کن، من بخشنده مهربانم، کل گناهات میبخشم، میدانم که وسوسه دارد شیطان. اما ما بندگان با میشینیم کور بر این کو همین 5 دقیقه وقت میره برای خواندن نماز. 5 دقیقه در انسان الحمدلله نماز میخونه، اما به خاطر 5 دقیقه همین خودمون بهانه میکنیم دیگر و دیگر باور کنیم معرکه میریم. وقتی نماز میشه خزه خاله ها مادرها خواهرها خزه نماز خونه، یک خانه بزرگ 2 کس یا 3 کس نماز میخونه. به نزدیکی مهمان شدیم همون جای گفتم که بودیونی کمپیرای پیرم باور میکنه، کمپیرای پیر انم خاله همون برای کمپیرا 6 بیان خزه نماز خونه میگه لباس من به نماز است. در یک خانه مهمان شدیم کتیز است، در هر یک همون اتاجش عدل نوای توالت های ورنای خست حولی نمیبروی ای خاله این ها ایجا در ورنای خست آرد که ای بچه مول میرم میخونم. فکر کنه انسان 3 سال رفته است که نزدیک شده سی توشه راه چیه آتا این همی خاندان آمده دست خالی